جرمگیریش که عالی بوده، قطعا هم برق انداخته، پس چرا چربی از رو قطعه جدا نشدن؟ بیایم بهتون 3 تا راه بگم برای اینکه مشکل رو حل بکنیم. پودر قطعه‌شویی وظیفش باز کردن پیوند چربیاست. وظیفه دستگاه برداشتن این چربی‌ها از روی قطعه است. پس اگر چربی‌ها شل شدن ولی از قطعه جدا نشدن، بدونین احتمالاً دلیلش به خاطر دستگاهه. حالا 3 تا دلیل بهتون میگم برای اینکه بفهمی مشکل این دستگاه چیه و چجوری حلش بکنید. دلیل اول گرفتگی نازل‌ها. احتمالاً نازل‌های دستگاهتون گرفتگی داره و این باعث میشه که فشار آب مناسبی ایجاد نشه تا چربی‌ها از روی قطعه خوب جدا نشن. پس لطفاً هر چند مدت یه بار نازل‌های دستگاه رو بررسی بکنید و اونا رو تمیز کنید. دلیل دوم احتمالاً به خاطر اینه که دستگاه شما یه سری نقطه کور داره و نیاز باشه که هر 10 دقیقه یه بار یا هر 1 ربع یه بار قطعات رو روی سینی جابجا بکنید و نقاط متفاوتی از قطعات رو به پایین قرار بدین تا همه اینها پوشش داده بشه برای شستشو. دلیل سوم احتمالاً به خاطر افت دمای دستگاه، مخصوصا توی فصلی که هستیم 90% شما عزیزان تماس میگیرین و به واحد فنی ما میگین که مواد کف میکنه و یا قطعات خیلی خوب شسته نمیشن و دلیل اصلی به خاطر اینه که قطعات خودشون بسیار سرد هستن. اگر دمای دستگاه شما زیر 85 درجه باشه، احتمالاً این باعث میشه که وقتی قطعه رو داخل دستگاه میذارین که افت دمای شدید پیدا کنه و مواد خاصیت معدنی خودشون از دست بدن، مواد شوینده و فعال نشن. پس به این 3 تا نکته حتما دقت کنین. بهتون قول میدم که میتونید نتیجه‌های فوق‌العاده‌ای رو برای سیکل شستشوی شما داشته باشه. اگر بازم سوال داشتین همینجا ازمون بپرسین، در خدمتتون هستیم.